الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر و شنوندگان ارجمند، الله جل و علا شأنه برای ما و شما راههای توفیق و هدایت را آسان گرداند. هزار بار شکر الله که ما پیرو دین حق و حقیقت هستیم. هزارها مراتب شکر به آن پیامبر اسلام که نام شریفشان محمد پسر عبدالله صلی الله علیه و سلم می باشد، برای ما راههای هدایت نشان داد. دوم، از پیش چشم ما پرده های ظلمت و تاریکی را دور کرد. و ما و شما معلوم است که ما به طریق آینه نیلگون و امروزه مقصد سایت های تارنامه های اینترنتی و سمع شما یک چند معلومات ها نسبت آیین و دین زردوشت صحبت کرده بودیم از زبان علم. در اینجا نه تنقید بود نه تحقیر، فقط تحلیل علمی بود از زبان دانشمندان و تحلیلگران اروپایی که اونها فقط برای ایران شناسی یا زمین شرق شناسی سهم خود را ماندند. از جانب قلمداران در سمت جغرافیا، در سمت تاریخ، در سمت سیاست شناسی و مقصد یا گیوپولیتیکی شخصیت های بودن مثل هوک یا مثل کلینز یا مثل دسمرتنس. این شخصیت ها چیکار کردن؟ اینها اصلا زردوشت شناسان معاصر هستند. ما یک سلسله بحثمون در این مسئله گذرانده بودیم. از نقطه نظر این سیاستمداران و تاریخ نویسان ما آیین زردوشت تحلیل و تفسیر کردیم و کرده ایستادیم. امروز رسیدیم آیا در زردوشتیت و در دین زردوشتیت آیین دعوت به سوی خدای یگانه وجود دارد یا نه؟ کلینز این دانشمند بلگی می نویسد گاهان یعنی که گاتها همون قسم اولی زردوشتی اولیه یا زردوشتی قدیم میگن، می نویسد که در این اصلا چیست؟ آیا هست یا نه؟ در گاهان که ما دو زردوشت داریم، ما دو اوستا داریم، اوستای قدیم و اوستای جدید. در گاهان یا وداها که آیین هندو هست اصلا میگه خداشناسی دو تقسیم است. از نقطه نظر کلینز میگه خداشناسی دو تقسیم می شود: خداشناسی یا دعوت به خدای با نام انحصاری یا خداشناسی انضمامی. خداشناسی انحصاری این آیین ابراهیمی است. اصلا کلینز می نویسد که این آیین ابراهیمی است که آیین یهودیت، آیین مسیحیت و آیین اسلام، که اسلام خیلی دین جدید و دین نو و دین خیلی جوان است میگه کلینز. اصلا اینها خداشناسی انحصاری است. فقط یک خدا هست، ما باید به یک خدا ایمان بیاریم، دیگه همه مخلوقی هستند، هیچ چیز دیگه دعوای خدایی ندارد. ما باید خدای یگانه را مقصد چیکار کنیم؟ عبادت کنیم، که این نمیگویند آیین توحیدی یا آیین یکتاپرستی. دوم آیین انضمامی است که خصوصا زردوشت در اوستا تمام بشر به آیین انضمامی دعوت میکنه. انضمامی چی؟ یعنی همه خداها حق هستند، همه خداها ماهیت یک خدایی دارند. حتی وداها یعنی آیین هندوها که در هندوستان امروزها در یک دوره در عصرهای میانه زیاده از میلیاردها دین وجود داشت، میلیاردها خدا وجود داشت، تا به امروز که زیاده از 3,500 دین موجود است. 1000 دین در خود هندوستان موجود است. یعنی که امروز 1000 دین در خود هندوستان موجود است. اینها میگویند که گاهان یعنی که ابتدای اوستای قدیم می آورد که خداشناسی اصلا خداشناسی انضمامی است. در اوستای نو جدید بعد از وارد شد میگه در ایزدان یا میترا یا اناهیتا، اینها انسانیت دعوت کردن به یک شکل مقصد آیین و خداشناسی. خداشناسی انضمامی است. تمام نوع خداشناسی در آیین زردوشت مثل میترا یا اناهیتا. اناهیتا اصلا یک خداهایی است که خداهای مقصد مادی است. مادها گفتنی در تاریخ جریان یک شخصیت هایی بودن که با نام مادها میگفتن، اصلا یک خدای مادی است. اصلا در داخل آیین زردوشت یکتاپرستی و دعوت به خدای یگانه وجود ندارد. انضمامی معنیش همین است که همه خدا حق هستند، همه خدا ماهیت یکتاپرستی دارند. چی بت باشد، چی فتشیزم چوب باشد، چی شمال باشد، چی آتش باشد، چی غیری او، همه این ماهیت یکتاپرستی دارد.
در داخل آیین زردشت از این نقطه نظر کلینز می نویسد که ثنویت وجود دارد، 2 خداگاه، 3 خداگاه، 4 خداگاه. اصلا در اینجا می نویسد کلینز که اردشیر 2 در عصر 4 پیش از میلاد در داخل اوستای نو، ما 2 اوستا داریم، اوستای قدیم و اوستای جدید، وارد کرد. چی را وارد کرد؟ ایزدان یا میترا یا اناهیتا. میترا و اناهیتا را وارد کرد و میترا یعنی خدایی که مقصد مثل خدای درخشنده مثل خورشید و باد، این را اجازت داد در بین نهرین. بین نهرین امروزه دریای دجله و فرات در اطراف او کلانترین معبدها را ساخت و انسانیت همون دوره که اینها در یک زمین پهناوری حکومت داشتند، دولت ساسانی ها اینا دعوت کردند، مردم در همونجا عبادت خانه های کلان انداختند، مردم به همین اناهیتا دعوت کردند، یا به چی؟ اناهیتا یا به میترا. اصلا میگه برای میترا در اونجا ساختند. در کجا؟ در بین نهرین. خصوصا میگه میترا و اناهیتا مثل اشتار بابولی، همون خدایی که مردم بابل همون بوته را که پرستید میکرد با نام اشتار میگفتن، یعنی که در پیش قربانی ها میکردن، خدای شمال و خدای گرمیشان، اشتار بابلی قدر قیمت داره. برای همین میترا و اناهیتا این مقصد ماده ها یا خداهای مادی میگفتن اینا که به ما ایمان داشتن. اردشیر 2 همچون در زمینه دولتداری همچون دینی سیاسی کرد آیین زردشت، یعنی که در اوستای جدید. اما کلینز میگه وقتی که اینا این کار کردن، در اوستای قدیم میگه یگان دعوت به آیین یکتاپرستی خدا وجود نداره. چیزی هست میگه در اوستای دوم است. در اوستای دوم که اینا 2 اوستا دارن، اوستای قدیم و اوستای جدید. مردمی آن روزه فارس، مقصد پیش از اسلام، پیش از آیین ابراهیمی، اینا 2 اوستا دارن. در اوستای یکم یگان دعوت به خدا یگانه نیست. هر چیزی که هست میگه در اوستای دوم وارد شد با نام ایزدان یا ایزد شناسی. از این نقطه نظر معلوم می شود که آیین زردشت آیین خدای یگانه را دعوت کردن نبوده است. فقط آیین زردشت آیین خدای انضمامی داره. همه خداها امروز 3,500 دینی که هست، همش خداها ماهیت یکتاپرستی دارن. میگه چه بت است، چه غیر شمال است، مقصد چه شمال است، چه آتش است، چه بت است، چیزی که نباشد. از این نقطه نظر معلوم می شود که از نقطه علمی و منطقی و مقصد امروز فصاحتی، ماهیت آیین زردشت ماهیت ثنویت است، یعنی که ایمان داشتن به 2 خدا، به خداهای فراوان. آیا تأثیر دین زردشت در آیین ابراهیمی تأثیر کردگی هست یا نه؟ وقتی که در دین زردشت آخرت شناسی هست، داوری هست که فردا داوری هست، مقصد ما را محاکمه میکنن، بهشت هست، دوزخ هست، آیا همین وجود داره در آیین ابراهیمیانه؟ اصلا در یهودیت نه آخرت شناسی است، نه داوری است، نه بهشت شناسی است، نه دوزخ شناسی در امروزه یهودیت. برای چی میگه در یک آیینی که اینقدر یک عهد باستان و عهد قدیم دارد مانند زردشت در وی وجود دارد، در یهودیت نه؟ یهودیت امروزه تحریف شده. اصلا میارد کلینز میارد که اصلا آخرت شناسی، داوری، بهشت، دوزخ، جنگ میان اهریمن و اهورامزدا 3000 سال میگه جنگ شد. بعد 3000 سال میگه 3000 سال دیگر میگه حکومت کرد اهورامزدا، یعنی به قوه شیطان غلبه آمد. بعد 6000 سال اساطیر افسانوی میگه با آخرت پیدا شد، با داوری پیدا شد، با بهشت پیدا شد، با دوزخ پیدا شد. یعنی معلوم میشه که پیش ای جنگ همین ها بین اهریمن و اهورامزدا نه آخرت وجود داشت، نه داوری، نه بهشت، نه دوزخ. اینا وقتی که سر قدرت آمدن میگه همین کتابی که امروز اوستای جدید دویم اوستا میگه پیش خودشون وارد کردن آخرت شناسی، داوری و بهشت و دوزخ. حتی میارد کلینسکی یا هوک می نویسد که اصلا میگه در اوستا وارد کردن، اوستای نو ده. گفتن این دنیایی که شما امروز قبول دارید، این دنیا از نقطه نظر زردشت میگه دنیا نیست، این خودش یک جهنمه. او دنیایی که او میخواهد میگه باید همون دنیا را سازد. او چی دنیا است میگه؟ باید میگه شیطان شناخته شود، مقصد همون مومن زردشتی شناخته شود. باید در هر جایی که زردشتی باید خوراک میخورد باید داند که از کدام سمت نیکی، از کدام سمت بدی، باید بدی در کجا باشد، نیکی در کجا باشد. نیکی و بدی از جانب موقعها و میان مانده می شود، یعنی که همون خدمتگارهایی که در داخل مقصد عبادتخانه های زردشتی چیکار میکنن؟
مقصد خدمت میکنن، اونها معلوم میکنن حیات شخصی را. حتی جبر، اونها میگن که تمام آیین ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، دیگر دین ها جبر و ظلمش زیاده. میگه در ما آزادی اونها چیه؟ میگه هیچ کس حق ندارد به حیات بیولوژی آدم چقه شود. امروزه زردشتی که دعوا دارن، من میخواهم زندگی میکنم، من میخوام آب مینوشم، من میخواهم نان میکنم، من میخوام زندگی میکنم، برابر این من میخواهم با محارم و بر کسی که باشد نباشد با آنها چیکار میکنم؟ مقصد زندگی میکنم. چه نکاح محارم دارم، چه نکاح غیر محارم. دیگر مسئله در اینجا وقتی که جنگ میان اهریمن و اهورامزدا به میان گذاشته شد، از این نقطه نظر معلوم می شود که یهودیت و مسیحیت و اسلام اینها آیین ابراهیمی هستند. اصلا اینها وقتی که آیین ابراهیمی می باشند، در زردشتیت جنگ میان اهریمن و اهورامزدا 3000 سال دوام داد. قوای اهورامزدا نیکی بر بدی میگه غلبه کرد. بعد از این میگه بعد بهشت و بعد دوزخ و این قوه ها پیدا شد. آیا احکام فقه زردشتی مثل فقه آیین ابراهیمی است؟ آیا پاک بدن، مجرد بدن، حلال بدن، حرام بدن، پلید بدن و پلید بدن در آیین زردشت وجود دارد یا نه؟ اصلا در داخل احکام مزدایی و زردشتی فقه هست. مثلا مانند ویدیوداد یا انتیداد، قانون ضد دیو، ضد شیطان هست. اصلا میگه اینم در اوستای یکم نیست، میگه در اوستای دویم است که در عهد ساسانی وارد شد. خصوصا چخل وارد شد؟ در آیینشان میگه وارد کردن که انسان باید پاک باشد، انسان باید تازه باشد، انسان باید راستگو باشد، انسان باید راست قول باشد. اما در ویدیوداد یا اندیداد، قانون ضد دیو، خصوصا زن و ماهیت زنی یگان قدر قیمت ندارد. یگان قیمت زن در زردشتیت ندارد. حتی که خود زردشت در همین ویدیوداد صاحب 18 زن بوده است و تمام موقع ها هر سال در معبدشان 2 زن نو توفه همون و خشان قبول میکرده است. حتی که انتیداد یا ویدیوداد، در همین ویدیوداد یا انتیداد، قوه های اهریمنی چنان به درجه عالی هستند، چنان به درجه مقصد دیگه در همینجا دعوت میکنن که انسان میتواند که صاحب عقل کامل شود. بعد از عقل کامل رسیدن برای انسان دیگر بین حق و ناحق یگان پرده نیست. استفاده میکنن از تمام انواع مقصد مشروبات، حتی که تا نوشیدن پیشاب 4 پاره اجازت میتین، غسل کردن با اون اجازت میتین. این همش میگه در عهد ساسانی ها وارد شد. ویدیوداد یا اندیداد، قانون ضد دیو. در این قانون ضد دیو چه میگه؟ دیو اصلا میگه از بدبویی بدش میبیو، خوشون میگه. در خانه میگه اصلا میگه بوی پیشابی مالی نر میگه فالی نکن. دود دادن پشم و تمام خسهایی که در زیر پای گاوها و شترانی که در همون دوره زردوش میچران، او را دود دادن فالی نکن. زن یگان عالیه حسن در آیین زردوش نیست. حتی با حکم نویسد که آیا میتواند که امروز آیین دین زردوش آیین فراگیر باشد؟ میتونه که گیره مثل اسلام، مثل یهودیت، مثل مسیحیت آیین فراگیر باشد؟ میتواند که فراگیر باشد. اصلا حکم نویسد. میگه 30 سال پیش زردوش شناسان در فرانسه جمع شدن و خواستن که 3 متن مقدس زردوش را آوردن. میگه آیینی مقصد اوستا را آوردن. گاتها یا اونا گاهان یا گاتها، ویدیوداد، ادیداد، یعنی که حکم و قوه های محنت، همون را آوردن. میگه خودشون پیشنهاد کردن، حکم میگه منم و من را گفتن که تو همینه به زبان فرانسوی انگلیسی چاپ کن، نویسه، همینا را ترجمه کن. میگه امروز چی خوبیه که در دنیا هست، میگه داخل این دین زردشت رو آوردن. حتی میگه نیستش اسلام گرفتن، نیستش یهودیت گرفتن، نیستش مسیحیت. چی خوبیه که امروز در دنیا وجود داره، میگه آیین دین زردشتی کردن. حتی میگه یک نوعی مواد دزدی کردن. چی خوبیه که امروز در داخل اینا هست. از آن جمله میگه مرکزهای گندری، آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، از بین بردن ماهیت های دینی، همین به درجه آزاد کردن. میگه آیین زردشت که تمام نکردنی ها رو میگه برای آدم اجازه دادن. هیچ کس حق ندارد
میگه کسی اگر آدم گوید که این کارو نکن میگه وای میگه جبار، وای میگه چی است میگه جبر است، میگه یکی از قواهای مجبور کننده است، میگه این باید امروز نباشد. امروز اگر یک مرتبه نگاه کنی آزادی که رفته ایستاده است، باید قواها و نیروهای پیش انسان نگیرن. بعد میگه که غم نتین انسان که تو همین کارو نکن. میگه تمام دینهای ادیان ابراهیمی در بالای کردن و نکردن است. میگه از اون جمله اسلام میگه این کارو نکن، این کارو کن، این کارو نکن، این کارو نکن. اما میگه تمام خوبی ها رو در آیین زرتشت در آوردن. حکم میگه مرا گفتن که همین تو با زبانی فرانسوی و بریتانیایی، یعنی که انگلیسی، مقصد انگلیچنی و انگلیسی همراه چیکار کن، ترجمه کن در دنیا. ما ایرا چیکار میکنیم، پهن میکنیم و آیین زرتشت آیین چی میکنیم، آیین فراگیر دنیا. و میگه عجیب، میگه حتی میگه نصف او را میگه من رو بردار کردم از دیگر ادیان ها معلومات را در داخل او، میگه تمام نکردنی ها را دور کردم. امروز در کجایی که مرکزهای گندری میبینی، در کجایی که تحقیر و تنقید میبینی، در کجای آزادی رای حد زیاد میبینی، در کجایی که میبینی که هیچ کس حق نداره به کسی برسه، هیچ کس حق نداره به کسی به منفعت او برسه، به شخصیت او برسه، هیچ کس مقصد حق نداره کسی را گوید این کارو کن، این کارو نکن، این کار حلاله، این کار حرامه، یا این جایزه، این ناجایزه. همش میگه در داخل برنامه‌های امروزه زردوش آوردن ریختن. خصوصا میگه اکثریت همون میگه مردم امروزه فارس زبان از جمله ایرانی تبار بودن. و نتیجه گیری خلاصه آمدیم و چی رسیده؟ معلوم است که آیین زردشت آیینی بوده است که در داخل این ماهیت ثانویه دخداگه و بعد از او فقه او برغلط از نقطه نظر علمی و امروزه حتی یک نوعی مواد دزدی، تمام خوبی هایی که امروز در دنیا هست میگه امروز گرفتن وارد کردن. خصوصا اگر ما یک مرتبه تولد اوستا گفتنی کتابی هوک است دسترس کنید بخونید، 5 مجلد، میگه چی خوبیه که امروز در دنیا هست. میگه امت ها را گرفته به نام خودشان چیکار کردن، درگیر کردن، به نام خودشان همه رو برنامه‌ریزی کردن. امروز میخواهند که از همون مرکزی، مقصد مرکزهای بین المللی خصوصا سازمان ملل، امروز یک دین فراگیر جمعیتی تشکیلش کنن و حتی اختیار در وجود او نداره. میگه موجود نیست اختیار، که قبول دین اختیاریه، حتی اختیارش هم گرفتگی هستن. میگه حتی میکنن که آیسته آیسته عنعنه، جشن، مراسم و برنامه ها همه را مجبوری برای همین خداهای میترا و اناهیتا وارد کنن با یک برنامه های نوعی دنیوی. و فضل این آیت الهی ولی برنامه ما با دوام دارد. ما میخواهیم که در درس‌های آینده‌مون روی بخش زردوشت و زردوشتیت از زبان علم و انصاف صحبت کنیم. خداوند ما و شما را برای راست هدایت کند. پروردگار راه‌های هدایت برای ما وسیع‌تر گرداند. خداوند ما را راه روی شریعت گرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.